بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. داشتم به این فکر میکردم که ما اینقدر سر مسئله حجاب و ارتباطات اجتماعی و خانم‌ها و نوع لباس پوشیدن‌ها و اینا بحث میکنیم، بعد هی مدامم فقط به سطح قضیه نگاه میکنیم که خب ته این قضیه قرار چی بشه؟ اصلا این فضایی که به وجود اومده چه آینده‌ای داره و پشتبند این قضیه چه چیزی هستش که چالش میشه برای ما؟ چه هدفی باعث به وجود اومدن این موضوع میشه؟ آیا صرفاً فقط شیک پوشیدن، لباس کم پوشیدن، یا نه قضیه چیز دیگه است؟ شاید کاسه زیر نیم کاسه باشه. از همون روزای اولی که ما آدما اومدیم روی زمین یه دشمنی داشتیم به اسم شیطان. این همیشه دنبال دشمنی کردن با ما بوده. یکی از خط و نشونایی هم که برای ما کشیده و مدام هم اینو یادآوری کرده که من با این قضیه دشمنم اینه که گفته که من احتناک ذریه میکنم برای آدما، یعنی نسل بشر رو نابود میکنم. حالا این نسل بشر نابود کردنه چه شکلیه، با چه شیوهی اتفاق میفته؟ یه ذره بیشتر بهش فکر بکنیم میبینیم که اگه یه روزی توی مثلا محله خودمون یا توی شهر خودمون در سالهای گذشته یه عکس مثلا 3x4 سیاه و سفیدی از یه خانومی میافتاد مثلا توی کوچهشون، یا آقای اون رو بر میداشت، اگر کسی متوجه میشد که یه عکس 3x4 سیاه و سفیدی از یه دختر خانومی افتاده دست یه آقا پسری از توی خود همون محلشون، قشقرقی به پا میشد، آدم میمرد شاید یه وقتی سر این مسئله. اما امروز نگاه میکنیم که خیلی‌ها میان راحت عکس خودشون رو، تصاویر خودشون رو، ویدیوهای خودشون رو با لباسهای کاملا مثلا شاید نیمه برهنه منتشر میکنن توی فضای مجازی و تو رسانه ها. تازه دنبال لایک گرفتن و کامنت گرفتنن، یعنی دنبال اینن که مردم بیان اینها رو بپسندن و راجبشون نظر بدن. چه چیزی باعث شد که این مسیر از اون عکس 3x4 سیاه و سفید با اون قشقرق تبدیل بشه به این منتشر کردن عکس نیمه برهنه، تازه با توقع گرفتن لایک و کامنت از مردم؟ این یه سیره. ما میخوایم این دشمنیه رو توی این سیر بررسی کنیم، ببینیم جاش کجاست. اینی که میگیم کاسه زیر نیم کاسه است، شاید اینجا ما رو به یک مؤلفه ها و یه سری پارامترهای برسونه که راجبشون امروز صحبت میکنیم. وقتی دشمنیش با ما شروع شد، گفت من نسل بشر رو نابود میکنم. چیزی بود که شیطان به ما گفت. نابود کردن نسل بشر توسط شیطان آیا صرفاً سر نابود کردن فیزیک جسم انسانه یا نه میتونه اتفاقات دیگه‌ای هم باشه؟ توی قرآن یه مؤلفه وجود داره به عنوان مسئله ازدواج. خدا میفرماد که برید ازدواج کنید و با همسر خودتون لتسکنوا الیها، یعنی مایه آرامش قلب شما بشه. اون آرامش قلب شما باعث استحکام خانواده شما میشه. آرامش قلب، خانواده، این دوتا مؤلفه خیلی مؤلفه مهمیه. نابود شدن نسل بشر هم یه جاهایی به همین دوتا مؤلفه برمیگرده. چجوری؟ خانواده انسان متشکل از پدر، مادر، خواهر، برادر. یه ذره که حالا این مسئله ازدواج دوباره رقم بخوره، مفاهیمی مثل عمو، خاله، دایی و عمه موضوعیت پیدا میکنه. امروز نگاه میکنید که میبینید یک خانواده که این ساختار رو داره، این شاکله رو داره و افراد در داخل این خانواده ارتباطات عاطفی و اجتماعی خوبی نسبت به همدیگه دارن، آرامشی هم در اونها وجود داره. اعتقادات و مذهبشون رو حفظ میکنن، آرامش هم در اونها وجود داره. شیطان به دنبال برهم زدن این آرامش است. میخواد این آرامش رو بگیره، احتناک ذریه و نابود کردن نسل بشر رو از اینجا شروع کنه. با چی؟ با اون چیزی که اگر اتفاق نیفته این خانواده به وجود نمیاد. چه چیزی اگر رقم نخوره خانواده به وجود نمیاد؟ مفهوم ازدواج. اگر ازدواجی صورت نگیره خانواده‌ای طبیعتاً به وجود نمیاد، خانواده‌ای که متناسب با اون استانداردها و اون شرایط مبتنی بر دین مبین اسلامه. وقتی به وجود نیاد اینجا تازه چالش شروع میشه و میدان اولیه دشمنی شیطان با ما آغاز میشه. و اینجا ما باید حساس باشیم نسبت به این مسئله که اگر ازدواج رقم نخوره چه بلایی قرار سر نسل بشر بیاد. آیا احتناک ذریه یا اصطلاحاً نابودی نسل بشر به وجود میاد یا قضیه یه شکل دیگه است؟ اون چیزی که امروز برای ما خیلی مهمه مفهوم دشمن بود. حالا دشمن اومده داره کار میکنه. شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی، توقعات بالا، نداشتن تفاهم، سازش نداشتن، تفاوت‌های فرهنگی، سختگیری‌های خانواده،
اینا همه کنار هم مضاف بر علت شده که ازدواج‌ها کمتر بشه. مسائل اقتصادی باعث شده که ازدواج‌ها کمتر بشه. اما بازم با این حال افرادی هستن که بخوان خانواده تشکیل بدن و دنبال این باشن که اون آرامشه به وجود بیاد. حالا نگاه می‌کنیم نسل جدیدی که امروز ما با اونها مواجه هستیم یه مقداری نسبت به این موضوع عقب نشینی دارن. یعنی پیش خودشون میگن که ما دیگه لازم نیست ازدواجی داشته باشیم و خانواده‌ای رقم بخوره. همین که بتونیم به ازدواج به عنوان یک نیاز فیزیولوژیک نگاه کنیم. یعنی صرفاً یه نیاز مثلا جنسی وجود داشته باشه یا یک نیاز عاطفی وجود داشته باشه، نیازی نیست ازدواج رقم بخوره. نیاز جنسی رو میریم مثلا با ارتباط‌های همینجوری کف خیابونی رد و بدل می‌کنیم و تامینش می‌کنیم. ارتباط عاطفی هم با دوست شدن با این و اون رقم می‌زنیم. که امروز اگه نگاه کنید بین بچه‌های باز سنی مثلا تقریبا 12-13 سال تا 23-4 سال چند تا واژه خیلی به چشم می‌خوره. اولیش مفهوم کراشه. نگاه می‌کنن میگن ما کراش زدیم روی این یکی. البته مفهوم کراش با مفهوم عشق نباید اشتباه گرفته بشه دیگه. عشق یک علاقه یک انسان نسبت به تمام ابعاد وجودی یک فرد داره. اما کراش زدن معمولا همون اندام‌ها و اون جسم و اصطلاحاً جنسیت اون فرده که اسمش رو میذارن کراش. میان نگاه میکنن میگن که ما رو فلانی کراش زدیم، حالا مثلا هیزی شده اصطلاحاً و نسبت به اون یه احساسی پیدا کردیم. بعد که کراش میزنن میرن دنبال قبلا قدیما میگفتن اصل مثلا بفرستید، یه پلن ارتباطی پیدا میکردن، حالا یا پیامکی باشه یا یه زنگی یه چیزی، میگفتن که اصل بفرستید. طرفم میومد اصلش رو میفرستاد دیگه، مثلا اسمش رو میگفت، سنش هم میگفت، شهری هم که توش زندگی میکرد رو میگفت. امروز یه پله رفتن جلوتر، به جای که بگن اصل بفرستید میگن نود بفرستید. یعنی حالا یا بعد بیان اندام‌های جنسی خودشون رو عکس بگیرن مثلا بفرستن، یا تصویری از خودشون نیمه برهنه منتشر کنن، بقیه بیان نظر بدن، میشه نود فرستادن. یه پله که از این قضیه برن جلوتر، نودشون رو فرستادن، بعد بررسی کردن، نظریاتشون رو رد و بدل کردن، رل میزنن با هم، یعنی ارتباط میگیرن و خیابون میرن مثلا قدم میزنن یا نمیدونم یه جایی بالاخره یه سری اتفاقاتی رقم میخوره که این ارتباط غیر مشروع خارج از جریان خانواده و ازدواج رقم میخوره. حالا اگر از همدیگه جدا بشن که به قول خودشون بعدن یه مفهومی به نام ایکس مثلا یا اکس به وجود میاد، میگن فلانی اکس، یعنی قبلا باهاش در ارتباط بودن الان نبود، الان دیگه در ارتباط نیستن. اگر از همدیگه حالا جدا بشن یا نشن، این ارتباطی که خارج از خانواده است ممکنه منجر به وجود آمدن یک فرزندی بشه که اولا خارج از چارچوب خانواده بوده. این پدیده خیلی دور از انتظار نیست. کلمبیا 82% نوزاداش که به دنیا میان خارج از خانواده‌ان. ما اینا رو توی اسلام بهش میگیم حرامزاده، یعنی کسی که خارج از اون شرایط خانواده به وجود آمده نمیتونه حلال زاده باشه. در کلمبیا 82%، در فرانسه 55%، در آمریکا نزدیک به 42%. اینا آمارای رسمیه که خود جاهای سازمان ملل و اینها اومدن منتشر کردن، گفتن که این شکلیه، یعنی میزان تولده خارج از خانواده رقمشون این شکلی. اونا میگن خارج از خانواده، ما میگیم حرامزاده. یعنی درصد حرامزادگی مثلا در این کشورها اینقدر. چیزی هم که خودشون منتشر کردن، حالا اسنادش هم هست میتونید ببینید. اون ازدواجی که رقم نخورد، رل به جاش اومد. یعنی شیطان اومد اینجا یک تکنیک و تاکتیک جدیدی پیاده سازی کرد. ما به ازای ازدواج اومد این رل رو گذاشت توی کاسه مردم. این رله خب بالاخره اون نیازهای فیزیولوژیکی وجود داشت، اینا باید تامین میشد، چون ازدواج نبود اینجا تامین میشه دیگه. تامین که بشه، بچه‌ای که ازش به وجود میاد این خارج از خانواده است، یا به اصطلاح همون مفهوم حرامزاده. خب یک فردی به وجود میاد خارج از خانواده بود دیگه، حالا اون حرامزادگیش هم جای خودش. مفهوم خواهر و برادر اینجا از بین میره، چون اون در قالب یک خانواده دائمی که نیست. یک ارتباط شاید مثلا یک هفته‌ای، یک ماه است، تهش مثلا 2 ساله، بعدش اینا طبق آماری که هست از هم جدا میشن دیگه. بنابراین احتمال اینکه اون فرد دارای برادر بشه، خواهر بشه نیست. بنابراین ما با یک آدمی مواجه هستیم که خارج از خانواده به دنیا اومده، خواهرم نداره، برادرم نداره. ببینید استراتژی شیطان رو، مفهوم خواهر و برادر رو اینجا حذف میکنه. وقتی اینجا حذف بشه، خاله و عمو و دایی و اینها هم دیگه در آینده حذف میشه. یه بچه‌ای به دنیا میاد یتیم، هیچکی نداره، باباش که معلوم نیست کیه، مادرش هم که حالا مثلا تهش اگه بتونه نگرش داره 10-15 سال نگرش میداره،
خواهر و برادر و عمو و دایی اینام که قطعا نخواهد داشت دیگه، چون این ادامه پیدا کنه بره جلو. یه نسلی به وجود میاد که عملاً یتیمن، هیچ کس رو ندارن. حالا این نسلی که به وجود اومده، خطری که ما رو تهدید میکنه سر احتناک ذری اینجاست. اینه که شیطان میگه من نسل انسان رو اینجوری نابود میکنم. اون فرد از نظر احساسات و عواطف به شدت دارای اصطلاحاً حالا مثلا بالا پایینه، نمیدونه چی به چیه، چه خبره، ممکنه شخصیت پرخاشگری داشته باشه، کسی هم نداره که دستش رو بگیره دیگه. این نرخ وقتی افزایش پیدا کنه، این مدل رل زدن ها به جای ازدواج در جامعه به وجود میاد. این خطر رو ما رو تهدید میکنه که احتناک ذریه رقم بخوره و خانواده از بین بره، عمو دایی و اینا هم کلا از بین برن و ما به یک سری آدم مواجه میشیم که اصطلاحاً پرخاشگرن و کسی رو هم ندارن که ما بتونیم به اونها بسپاریم، بگیم که آقا اینو برید حواسش رو جمع بکنید و مراقب باشید که بلایی سر خودش رو نیاره. بنابراین نابود کردن نسل بشر طرح و ایده شیطان برای مقابله با ما به ازای ازدواج رل رو تعریف کرده و حالا ما در برابر این که رل اصطلاحاً کمتر اتفاق بیفته و به جاش ازدواج به وجود بیاد چه کار کردیم؟ جمهوری اسلامی در برابر این مسئله چه کار باید بکنه؟ تقویت مسئله ازدواج بین جوانها، قانون تسهیل ازدواج که الان 15 سال مثلا داره خاک میخوره و این ازدواج ساده‌ای که امروز باید گفتمانش ایجاد بشه بین مردم، فرهنگی که باید بچه‌ها رو جمع کنه تو دانشگاه‌ها، تو مدارس مثلا متوسط دوم، اون یکی دو سال آخر، و تو ذهن بچه‌ها این رو ایجاد کنه که اگر شما درگیر مفهومی به نام ازدواج نشید و وارد این مفهوم نشید، وارد این پدیده مقدس نشید، مجبورید خدای نکرده درگیر مسئله رل بشید. حالا اونایی که میان خودشون رو کنترل میکنن، که البته ما در پدیده پاسخدهی به نیازهای فیزیولوژیک کنترلی نداریم، یا باید سرکوب بشه یا باید بهش پاسخ داده بشه. اگر پاسخ داده بشه که میشه همون رل و روابط نامشروع، احتناک ذریه، نابودی نسل بشر، دشمنی شیطان با انسان. اگر پاسخ نده یا اصطلاحاً سرکوب کنه که تبدیل میشه به یه سری بیماری‌های جنسی و جسمی که میتونید برید تو بعضی از مثلا بیمارستان‌ها و اینا ببینید که این پدیده داره افزایش پیدا میکنه امروز. بنابراین چرا یه زمانی عکس 3×4 قشقرق به پا میکرد، امروز هیچ خبری نیست و هیچ پاسخی نسبت به منتشر شدن عکسای بی‌حجاب داده نمیشه؟ اینه که شیطان این سیر رو از اون موقع شروع کرده، داره با ما دشمنی میکنه. آیا صرفاً بی‌حجابی مسئله است؟ صرفاً شیک پوشیدن مسئله است؟ نه، قضیه احتناک ذریه است، قضیه از بین رفتن نسل بشره. راهش هم اینه. حالا اونایی که دنبال این مسئله هستن میخوام بیشتر پیگیری کنن، ببینن که حجاب و مفهوم خانواده کنار هم دیگه چه ارتباطی دارن. امروز چرا شیطان داره هی مدام فشار میاره که قضیه ارتباط اجتماعی در بین مردم منجر به مثلا مسئله ازدواج نشه، به جاش رل به وجود بیاد؟ اون کاسه‌ای که گفتیم زیر نیم کاسه است اینجاست. احتناک ذریه مسئله است. نسل بشر رو میخواد نابود کنه. یه خانواده‌هایی قبلا داشتیم، الان دیگه یه سری آدم ممکنه به وجود بیاد، همونطور که در خیلی از کشورها این قضیه هست و ما اینجا دیگه از شیطان میتونیم بگیم اگر کوتاه بیایم شکست خواهیم خورد. بنابراین مفهوم ازدواج به شدت مفهوم مهمیه. این خط فکری که ما امروز راجع بهش صحبت کردیم، دعوای ما با شیطانه. این دعوا هم تاریخیه دیگه، از یه جای شروع شده تا قیامت هم ادامه خواهد داشت. خودش هم گفته دیگه من تا قیامت این رو ادامه میدم. بنابراین ما باید در برابر این مسئله بایستیم و از این احتناک ذریه جلوگیری کنیم. حالا که مشخص شد اینجا شیطان داره با ما دشمنی میکنه و تکنیکش و تاکتیکش کف جامعه این شکلیه که ازدواج رو از بین ببره، طبیعیه که ما دفاع کنیم از خودمون دیگه، در برابرش بایستیم و نذاریم اون به هدفش برسه. جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی و دولت یه سری وظیفه داره نسبت به این مسئله. کنارش مردم هم وظیفه دارن دیگه. مردم وظیفهشون اینه که اون فرهنگ ازدواج آسانه، اون توقعی که منطقی تر باشه رو بهش بپردازن، حواسشون به بچه‌هاشون باشه. وظیفه حاکمیت و دولت هم اینجا مشخصه دیگه. قانون تسهیل ازدواج که مصوبه آذر ماه 1384، الان که 1402 نزدیک به 18 سال از این مسئله داره میگذره. البته خب تقریبا یه چیزی هلوش 13 تا ماده و 3-4 تا هم تبصره داره. بعضیاش تا یه حدودی یه سری جا بهشون پرداخته شده، بعضیاش هم نشده. ببینید امروز مثلا اگر بخوایم بررسی کنیم این قانون
تسهیل ازدواج جوانان رو مصوبه سال 1384 ماده 5 بند دال میگه که ازدواج که میخواد برای بچه‌ها رقم بخوره، این گفتمانش، شیوه درستش، نحوه تشکیل خانواده از کجا باید شروع بشه، برمیگرده یک بخشش رو میندازه گردن متوسطه، یعنی مقطع متوسطه‌ای که امروز از سال تقریبا مثلا 10 شروع میشه تا 12 متوسطه دوم. اینجا میگه 2 تا سال آخر متوسطه، یعنی سال حالا اون موقع سوم و پیش دانشگاهی بود، سال 1384 چون متناسب با نظام قدیم بود. برای این بچه‌ها در کتاب‌های درسیشون طبق این قانون باید در مورد این مسئله گفتمانش ایجاد بشه. بچه‌ها نسبت به ابعاد این قضیه آشنا بشن. امروز کسی جرئت نمی‌کنه در مورد مسئله ازدواج تو مدرسه حرف بزنه. اون 2 سال آخر بلند شی بری مدرسه بگی بچه‌ها بلند شید بیاد ما مثلا در مورد ازدواج ما می‌خوایم با شما صحبت بکنیم. خانواده این شکلیه. شیطان استراتژیش اینه که احتناک ذریه کنه، نسل بشر رو نابود کنه. ما میخوایم کمک کنیم شما هم بلند شید بیاید نسبت به این مسئله جدی باشید، بلکه اتفاقی بیفته و جلوی این قضیه بایستیم. معلما و نمیدونم خود دانش آموزا و تازه بعضی از خانواده‌هاشون ممکنه بیان بایستن که آقا الان دیگه سال کنکوره، بچه‌ها الان میخوان برن بچسبن به کتابای درسی و کلاشون رو بکنن توی کتابای درسی و یه برگه و یه مداد هم بردارن تست بزنن باهاش. خود آموزش پرورش هم توی اون شرایط ممکنه بیاد جلوی شما رو بگیره و به شما اجازه نده که توی این زمینه بخواید کار کنید. بنابراین هم دولت و هم خانواده‌ها، صدا و سیما، رسانه‌ها همه کنار هم دیگه به خط بشن در برابر این استراتژی شیطان انشالله بایستیم. امیدوارم که تونسته باشم توی این چند دقیقه خیلی مختصر در مورد نحوه دشمنی شیطان با ما، در مورد نابود کردن نسل بشر و احتناک ذریه، مفاهیمی که نیاز بود رو خدمت شما خیلی مختصر گفته باشم و منجر به این شده باشم که شما در مورد این مسئله فکر کنید. تا نیمکاسه دیگر شما رو به خداوند منان میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.